گوزپور نژاد یه لحظه بالا سر بچه‌ها وایس، من 10 دقیقه دیگه میام. چشم. وای خدا این چرا؟ هر کی حرف بزنه اسمشو می‌نویسم تو بدها. باز شروع کرد. هی دست به سینه بشین. من ساکتم، چرا دست به سینه بشینم؟ باشه الان اسمتو بنویسم واسه فیوچ تو بعدها. خودت کل کلاس رو میخوری، حالا واسه ما آدم شده، مبصر شده. بنویس. درد نره ازت. اصلا آقا خوب و بدها رو نمیبینه، اینقدر به خود فشار نیار عزیزم. تو خوبهایی. الان با آقا نشونش میدم، صبر کن. فهمیدم. تو نبودی منم نبودم. من اومده واسه اون تخم مرغ زده اینجا. آره من که نبودم، منم صبحونه دلمه زدن. منم نبودم. خدا. سابیدی میزو بسه. هی بساب سفید چون میزیگه. برو بچه معنی هر کلمه رو نمیدونستین بپرسین. خب آشتی کردم با او پس از جنگ دلار، هم بدان شهر که با من نکند دیگر نام. هی بیا دوزبازی. بیا بعد بگو چرا هی امتحانم 1 میشم 2 میشم. برای همینه که گوش نمیده به درسا. بابا حوصله‌ام سر رفته، بازی کن ببینم چند مرده حلاجی. بیا. خب کتاباتو کیف، میخوام ازتون درس بپرسم. آقا اجازه، شما نگفته بودید میپرسین امروز؟ من که گفته بودم بخونید، یهو میپرسم. خودتو پاشو پای تخته. هیچی نخوندم. امروز فولم. آقا ازم بپرسه همه رو جواب میدم. امروز معلمتون نمیاد، الان ناظم میاد سر کلاستون. نبینم کلاسو کثیف کنیدا.